سرخط مهمترین خبرها. نیروهای امنیتی روسیه به جای خواب مهاجران در آمده 80 کس را بازداشت کردند. مسئولین بعضی از منطقه های تاجیکستان یک روز پیش از آغاز دعوت حربی گفتند نقشه پورا اجرا شد. و شروع معرکه واکسن زنی دختران تا 14 ساله برای پیشگیری از سرطان در تاجیکستان. روز بخیر بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی را با چند خبر از تاجیکستان و جهان پیشنهاد شما میکنیم. امروز 1 اکتبر است. در مسکو نیروهای امنیتی در هاستل یا محل خواب مهاجران شبانه رید گذرانیدند. در عملیات نوبتی کمیته تفتیشاتی عمان یا نیروهای پلیس را جلب کرده است. نوار عملیات شبانه در جای خواب مهاجران را روسگواردیا نشر کرده است. نیروهای امنیتی با نقاب و دستچوب آهنین یا دوبینک وارد حجره‌های شدند که مهاجران آنجا خواب بودند. در نوار دیده می شود که باشندگان هاستل را بیرون برآوردند. بنا به اطلاع کمیته تفتیشاتی ضمن این سنجش حدود 1000 شهروند خارجی را تفتیش کرده 80 نفر برای نقض قاعده‌های مهاجرت بازداشت شدند. 30 نفر را برای در قید حربی گذاشتند به کمیساریات‌های حربی فرستادند. سر از امروز 1 اکتبر در تاجیکستان معرکه واکسن زنی ضد نوع‌های خطرناک ویروس پاپیلوما آغاز شد. ویروسی که به گفته طبیبان در 80% حالت‌ها زنان را گرفتار سرطان گردنه بچه‌دان می‌کند. بنا به اطلاع مرکز جمهوریوی ایمونوپروفیلاکتیکی دخترانی از 10 تا 14 ساله با اجازه والدان در مکتب‌های میانه و یا درمانگاه‌ها رایگان ام کرده می‌شوند. قرار است 520,000 دختران نورس در کشور با واکسینه گردسیل ام کرده شوند. مسئولین مکتب‌های میانه تاجیکستان چند روز به این سو والدان را به گرفتن واکسن دعوت دارند. برخی از پدر و مادران الکی به این دعوت‌ها پاسخی رد دادند. از والدانی که نمی‌خواهند دخترانشان ام کرده شوند خواسته شده است که این پاسخی خود را خطی به رهبریت مکتب‌ها پیشنهاد کنند. مقامات وزارت تندرستی تاکید می‌کنند که این واکسن یگان ضرر و پیامدی ندارد و می‌تواند دختران را از گرفتاری به چند آموزش بدصفت دیگر حفظ کند. و همچنین امروز 1 اکتبر در تاجیکستان معرکه دعوت تیرماهی جوانان به ارتش آغاز شد. اما برخی از منطقه‌های کشور هنوز 1 روز پیش از شروع معرکه از پورا اجرا شدن نقشه دعوت خبر دادند. از جمله مقامات شهر باختر با نشر چند عکس از مراسم گسیل نوسکران روز 30 سپتامبر خبر دادند که نقشه دعوت در این شهر پورا اجرا شده است. مقامات میگویند صف جوانانی که اختیاراً به عسکری میروند افزوده است. اما ساکنان برخی از دهات کشور از آن شکایت دارند که مقامات با راه فشار آنها را مجبور میکند فرزندانشان را به ارتش فرستند. چند روز پیش گروهی از ساکنان اسفره گفتند مسئولین برق ده را خاموش کرده طلب کردند که بچه‌هایشان را به ارتش فرستند. ساکنان چارکوه و سرخ گفتند قریب 1 هفته باز برق ندارند. دعوت تیرماهی جوانان به ارتش تا ماه نوامبر ادامه خواهد کرد. کانیتیلو در یکی از کم‌بضاعت‌ترین کشورهای دنیا پناهگاه و جای کاری آنها شده است که از تندروان اسلامی فرار کردند. در جمهوری دموکراتیک کنگو گروه اتحاد نیروهای دموکراتیک پایبندی خود به داعش را اعلام کرده است یک جبهه جنگ سازمان داده است. هزاران نفر در پی حمله های این سازمان نزدیکان خود را از دست داده خانه های خود را ترک کردند. کانیتیلو در این منطقه پناهگاه و جای کار برای فراریان شده است. با چه مشقتی آنها روزی خود را در میابند؟ در گزارش خبرگزاری رایترز ببینید که آن را همکار ما مومن احمدی تهیه کرده است. این مامان ساکی است که 30 کیلوگرم خلطه پر از خاک و سنگریزه را از کان در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو به بالا میکشد. سنگ و خاکریزه ها را میشویند و از میانشان طلا جستجو میکنند. این زن از جمله 200,000 نفر است که در حمله اتحاد نیروهای دموکراتیکی به داعش همکاری میکند آواره شدند. دهه آنها را این گروه اشغال کرد. مامان 49 ساله مادر تنهاست که ماه اپریل امسال دختر و خواهرش را در حمله گروه تندروان اسلامی از دست داد و حالا به خاطر پیدا کردن رزق کار خطرناک و سختی را انجام می‌دهد. پس از کشته شدن نزدیکانم از دست این گروه فرار کردم. آنها خانه‌ها و همه دارایی‌مان را آتش زدند. اکثر اهالی کنگو مسیحی هستند ولی مقامات میگویند چند سال اخیر تندروان اسلامی در شرق این کشور فعال شدند. به گفته مقامات اتحاد نیروهای دموکراتیکی همپیمان داعش است 38 تن از پیروان کلیسای مسیحی ایتوری را کشتند. ماه اوگوست
در این منطقه این گروه 52 ساکن را کشت. در کانهای طلا معمولا مردها کار میکردند، ولی مناقشه مسلحانه باعث شد که زنهای مثل مامان ساکی به این کار پرمشقت رو آورند. مامان ساکی در این کان با انجام کاری سخت برای 4 نابالغ پسر خود و 3 فرزند خواهر و دختری کشته شده‌اش نان پیدا میکند. بعضا ما زنها میخواهیم با چقوری در آمده سنگ و قم را خودمون کنیم، ولی اجازت نمیدهند. کار از این سخت‌تر به دوش ماست. صدها کیلو قم و سنگریزه را با پشت به بالا میکشیم. پولی که این زن به دست می‌آورد صرف غذا، دارو و درمان و اشیای مکتبی برای کودکان می‌شود. او امیدوار است که روز پولی کافی در می‌آورد و دکان خرد خود را باز کرده این کار پرمشقت را ترک می‌کند. پسر 12 ساله او عابد در خانه دختران نزدیکان کشته شده اش را نگاه و بین می‌کند. وقتی مادرم به کار می رود ما نگران می شویم. می ترسیم که به دست تندگرایان و یا دیگر گروه های مسلح نافتد. همکاران مردش مامان را زنی جسور و قوی می نامند. با وجود احترام به مامان، کسی از همکاران تلاش برای سبک کردن کار سختی اون نمی کند. هر بیگاه حجم کار مامان حساب می شود و به او حقش را می دهند. حقی که تلفات عظیم او در زندگی را نمی پوشاند. از خواهر و دخترش، فرزندان آنها و عکس‌های یادگاری باقی مانده است که هر زمان او را یاد گذشته تلخ میبرد. زمانی که تندروان دی آنها را اشغال کرده 10 نفر را کشتند و هزاران نفر را آواره کردند. سرگئی میرونوف وکیلی روز که با مهاجر بدبینیش نام برآورده است با پیشنهادها درباره سبک کردن قاعده‌های قبول فرزندان مهاجران به مکتب مخالفت کرده است. وی در صفحه تلگرامی خود نوشته است وقتی اکثر فرزندان مهاجران نتوانستند امتحان زبان روسی را سپارند، با وکیلان دوما پیشنهادها رسید که ترتیب سپردن امتحان برای کودکان را بازبینی و آسان‌تر کنند. اما سرگئی میرونوف میگوید این یک بهانه برای راه یافتن کودکان ناآماده مهاجران با مکتب‌های روسیه خواهد بود. وی تاکید کرده است که وظیفه مکتب مطابق کردن این کودکان به جامعه نیست، بلکه فقط آموزش دادن و تربیت کودک است. به گفته وکیل روس، اگر والدان از عهده این کار نبرآیند، کودکان باید به خانه‌های خود برگردانیده شوند. ماه اپریل سال روان در روسیه قانون به اجرا درآمد که بر اساس آن کودکان مهاجران تنها پس از سپردن امتحان زبان روسی به مکتب قبول می شوند. بنا به اطلاع وزارت معارف و علم روسیه، ماه سپتامبر 87% کودکان مهاجران از این امتحان نگذشتند. یک یاور و هم سخنگوی پرزیدنت قزاقستان روسلان ژلدیبوی در صفحه تلگرامیش عکس قاسم جمعت توقیف را با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ نشر کرد. در عکس‌هایی که روز 29 سپتامبر نشر شد، در یکی ترامپ و توقیف به هم دست می‌دهند و در دومش از طرف دستی راست پرزیدنت ها همسر پرزیدنت آمریکا میلانیا ترامپ قرار دارد. معلوم نیست که عکس‌ها کی برداشته شده است و چرا تنها بعد 4 روز بازگشت توقیف از جلسه مجمع کل سازمان ملل نشر شدند، چون احتمالاً در همان روزهای در نیویورک بودن توقیف گرفته شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در قزاقستان اشاره کردند که رنگ گردنبند ترامپ سرخ است و هنگام سخنرانیش از منبر سازمان ملل گردنبند کبود داشت. ترامپ در نیویورک یک ملاقات شخصی با پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف داشت و او یگانه رهبر یک کشور آسیای مرکزی است که با رهبری آمریکا صحبت حضوری انجام داده است. در آستانه مباحثه‌های سطح عالی در سازمان ملل، قزاقستان و ازبکستان با شرکت‌های آمریکا با مبلغ 12 میلیارد دلار سازشنامه‌ها برای خرید لوکوموتیو و هواپیماهای شرکت بوئینگ امضا کردند. حالا بخش یک روزی تاریخ را با مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 اکتبر همراه می‌بینیم.
1 октябри соли 1945 дар тоҷикистон дивизияи 201 артиши шӯравӣ мустақар шуд. дар соли 1992 баъди суқути шӯравӣ, азбаски тоҷикистон аз мероси низомии СССР даст кашид, این دیویزیا به اختیار ارتش روسیه گذشت و در سال 2005 به پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان تبدیل نام کرد. پایگاهی عبارت از 7000 سرباز عظیمترین هیئت نظامی روسیه در خارجه بوده، بر اساس سازش با حکومت تاجیکستان عملاً حق بی محدودیت حضور داشتن در خاک این کشور را دارد. 1 اکتبر با قرار مجمع کل سازمان ملل متحد از سال 1990 همچون روز بین المللی مردم پیرانسال تجلیل می شود. حساب شده است که در تاجیکستان بیش از 500,000 نفر نفقه خور بوده، برابر با این یک قشر آسیب پذیر به شمار می روند، چون با نفقه حداقل زندگی را پیش می برند. اکثر کهنسالان در تاجیکستان با امید کمک فرزندان زندگی می کنند. 1 اکتبر سال 1937 نویسنده یوسف اکابیروف تولد شده است. مؤلف قصه وقتی که آسیا بازماند، رمان‌های زمینی پدران، نورک و کتاب‌های دیگر، نخست با قصه آسمان صاف از حیات جوانان مشهور گشت. آثار او به 10 زبان دنیا برگردان شده است. سال 2001 در شهر دوشنبه درگذشت. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 113 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی تا 938 سومانی ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 1 اکتبر چنین تعیین شده است. برنامه نوید بامدادی بود. خبرهای بیشتر را از سامانه و صفحه‌های رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. خیر تا ملاقات دیگر.